تسلیم شدن. تسلیم شدن به معنای اهمیت ندادن و یا هر چیزی را رها کردن نیست. تسلیم شدن به معنای پذیرفتن لحظه‌ای که در آن هستیم است. پذیرفتن زمانهایی که به نظر می رسد کارها به گونه‌ای خوب پیش نمی روند و اوضاع نابسامان است. تسلیم شدن رها کردن مقاومت در مقابل آن شرایط است. آن زمان از دام ذهن بیرون می آییم و به آرامش عمیق وجودمان متصل می شویم. آنچه ما می پذیریم رویدادها و وضعیتی نیست که در آن لحظه اتفاق افتاده است، بلکه فقط خود لحظه است. با پذیرش آن لحظه است که کارهایمان را با یک ذهن روشن برنامه ریزی می کنیم. این کارها دیگر با عصبانیت، قضاوت و ترس انجام نمی شود، بلکه با انرژی متفاوت دیگری انجام می شود. اگر برای وضعیتی کاری از دستمان بر نمی آید، ناچار هستیم و فرصتی برای اقدام یا حرکتی نداریم، از این فرصت به عنوان فرصتی برای تسلیم شدن کامل استفاده می کنیم و با ماندن و حضور داشتن به شکل عمیق در لحظه اکنون به سمت خود وجودیمان حرکت می کنیم. وقتی این کار را انجام می دهیم متوجه می شویم که همه چیز شروع به تغییر می کند. این تغییر چنان به آرامی شکل می گیرد که انگار دستی نامرئی شروع به درست کردن همه چیز کرده است. نام این معجزه تسلیم شدن است. تسلیم شدن به طور مستقیم وضعیت موجود را تغییر نمی دهد، ولی ما را تغییر می دهد و متحول می کند. زمانی که تغییر می کنیم، چیزهای اطراف ما هم شروع به تغییر می کنند. اکنون می توانیم وضعیت موجود در زندگیمان را که به ظاهر بد دیده می شوند، به عنوان فرصتی برای رشد ببینیم. این وضعیت‌ها می توانند یک جدایی، ورشکستگی و یا دعوا باشد. در جایی که تسلیم شدن وجود ندارد، مقاومت می کنیم. دنیا و همه چیز را از خود جدا می بینیم و هر چیزی برایمان مثل یک عنصر تهدید است و چون هر کسی را دشمن فرض می کنیم، ناآگاهانه شروع به قضاوت، سرزنش و حمله به آنها می کنیم. این مقاومت به بدن فیزیکی ما انتقال می یابد و خشم در چهره ما نمایان می شود. عضلات سفت و متشنج می شود و از آنجایی که انرژی حیاتی ما نمی تواند به راحتی در بدن جریان یابد، مجبور می شویم با بعضی از بیماری ها دست و پنجه نرم کنیم. فقط یک مکان درون ماست که تحت تاثیر هیچ چیز خارجی قرار نمی گیرد. این همان جایی است که ما در آن موجودیت داریم و با تسلیم شدن می توانیم به آن دست یابیم. جایی و نقطه‌ای که بر روی خط زمانی درستی ایستاده اید، لحظه اکنون است. وقتی از این نقطه نگاه می کنید، شاید نتوانید حدس بزنید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما به الوهیت درون خود که ایمان داشته باشید، متوجه می شوید در واقع آنچه در ظاهر نمی دانید و پنهان است را مدیریت می کنید. بنابراین از آنچه رخ می دهد و خلق می کنید نمی ترسید. و حتی اگر محیط شما در آشفتگی است، می توانید در آنجا با آرامش و تعادل بمانید. شاید شما فراتر از افق را نبینید، اما از آنچه خلق کرده اید آگاه خواهید بود. بنابراین
از اینکه در آینده چه چیزی را به دست خواهید آورد صاحب یک درک معنوی و ایمان خواهید شد. متوجه این موضوع می شوید که آینده شما در حقیقت همان گذشته شماست و آگاه می شوید در واقعیت هیچ چیز ناشناخته‌ای در حال رخ دادن نیست. نظر شما راجع به تسلیم شدن چیه؟ جوابش رو واسم کامنت کنین. اگه این ویدیو واسهتون مفید بود برای عزیزانتون بفرستید. متشکرم که کانال فراتر از ذهن رو لایک و سابسکرایب میکنید.